میکنه. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بی‌رحمه. کسی به فرزندها خرید نمیکند و هم آدمی بی‌رحمه. برای این آدم بی‌رحم کی شد خداوند به او رحم نمیکنه. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان تمام هستیتان در بالای زنهاتون حواله کنید. جانتون برای زناتون تیر. این اسلام دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانید. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقتی زنی تو از خانه تو برای روا خانه شون نگوید آخه چیزی در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند همین آدم این ناموسا را مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید میگه مرد اگر در خانه میرد اون نامرده. مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حق میگه. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار